دوستان عزیز و گرامی، درود بر شما، روزتون بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. این بار با باز و بست 0 تا 100 موتور CGL 150، یعنی پیچ تا پیچ. از مرحله اول که باز میشه پیچای دست موتور، اگزوز، تعویض روغنش، همه رو بهتون یاد میدیم تا خورد کردن انجین، قسمت سیلند، سرسیلند، قسمت در کلاج، قسمت برق کارتلا رو هم جدا میکنیم. همه چی و هر ایرادی که میتونه داشته باشه رو قرار به شما یاد بدیم. چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو حمایت کنید، لایک کنید، ما خوشحال میشیم. بریم برای ادامه. آقا تو مرحله اول میریم برای باز کردن پیچ‌های اگزوز. دو تا پیچی که این جلو هست رو باز میکنیم، یه دونه اینجا و یه دونه اون سمت، یه دونه هم برای پیچ وسط تنش. پیچ اگزوز رو باز میکنیم و اگزوز رو میذاریم کنار. تو مرحله دوم میریم برای باز کردن هندل و پیچ‌های جاپایی که از این زیر هستش. پیچ‌های جاپایی، سیم کلاج، پیچ‌های استارت و رابط کاربراتور مواردی هستن که شما نیاز برای باز کردن انجین از روی خود انجین اینا رو باز کنید. از سمت برق هم شما نیازه که فقط استارت رو جدا کنید، در برق کوچیک رو باز کنید. سیمایی که اینجا هستش برای سیمای بوبینه، سیمای بوبین رو از اینجا جدا کنید که در برق برای شما کامل با موتور در بیادش. برای در آوردن دنده زنجیر موتور میزنید تو دنده که چرخ دیگه حرکت نکنه. این دوتا پیچ رو وا میکنی، خاره روش یه مقدار میچرخونی، دنده زنجیر رو میکشی بیرون. بعد از باز کردن همه موارد اتصالی به انجین موتورسیکلت میریم سراغ پیچ‌های دست موتور. یعنی یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، 4 تا پیچ این جلو داریم و یه دونه هم این بالا داریم. حالا این پیچ به خاطر اینکه از این ور به شیر بنزین گیر میکنه از اون سمت جا خورد، ولی بقیه پیچا به غیر از این یه دونه که به گارد خورده همش از این سمت جا میخوره، یعنی از سمت در برق جا میخوره، به خاطر اینکه از اون سمت دسترسیش راحت تر برای باز کردنش. این پیچا رو باز میکنیم و انجین رو کامل میندازیم پایین. آقا درود بر شما. بریم برای باز کردن انجین CGL. اول شروع میکنیم از قسمت در سوپا. انگشتی بالا ببینید اگر که لقی داشت، اگر که این جای جوشا خراب شده بود، یا اگر که مثلا خود همین پیچای فیلر زد، یعنی اگه پخش شده بودش، اینا ایراده و باعث صدا میشه در مرور زمان. اینا حتما دقت کنید. میر تایپتا رو موقعی که در میارید حتما چک کنید که ساچمه‌اش خوردگی نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه، شکستگی نداشته باشه. خیلی از اتفاقا این شکلی بوده که میر تایپت باعث این شده که مثلا یارو موتورش پیستونش آسیب دیده، دندان پایینش آسیب دیده، شاتونش آسیب دیده، یا یه چیزایی امثال اینا. حالا اگر که میبینید برای ما داره گیر میکنه بوکسمون، به خاطر اینکه ما سعی کردیم بوکسای جذب استفاده کنیم که پیچ هایی که داریم باز میکنیم خراب نشه. روی قسمت سرسیلند
پیچا رو که در میاریم حالا ریختش. سوپاپ دود و سوپاپ بنزین، یعنی ورودی بنزین و خروجی دود. این سوپاپا باید حالا آخر سر اینجا رو فرچه بزنید، سوپاپا رو دونه دونه در بیارید، چک کنید ببینید لبش خوردگی نداشته باشه، پخش شدگی نداشته باشه. خیلی از جایی که مثلا موتور دود میکنه ممکنه که از اینا باشه، اینا و لاستیکیتایی که زیر فنرها هستش. برای در آوردن پیستون شما نیازه که این دوتا پیچ اینجا رو باز کنید. دوتا پیچ رو باز کنید، میتونید خیلی راحت سیلندر رو بکشید بالا. من برمیگردونم اینو کامل که شما بتونید ببینید. تقریبا ببینم. آره اوکی. حالا اینکه پیستونش داغون شده، ببینید تو تصویر معلومه این حجم خرابی که هستش، اینکه پیستونش داغون شده. ولی برای در آوردن سیلندر با پیستون با هم سعی کنید تا جایی سیلندر رو بکشید بالا که این فنرها، این خارهایی که هستش، این رینگ هایی که هستش در نیادش. موقعی که در نیاد شما خار رو از اینجا در میارید و خیلی راحت سیلندر و پیستون رو با هم در میارید. حالا ما جدا در بردیم چون آسیب دیده، اصلا دلیلی نداره بخوایم با هم در بیاریم. انگوشته وسط سیلندر رو چک کنید چال شدگی، ردی، چیزی روش نیافتاده باشه. این یه سری رد این شکلی مهم نیستش، چال، لبه نباید داشته باشه. داخل سیلندرش هم چک میکنیم میبینیم که تو چه وضعیتی هستش. حالا من یه ذره میبینید این وضعیتیه که سیلندر این موتور داره. خار پیستون رو در میارید، از پشت ضربه میزنید، حالا یا فشار میدید، پیستون به راحتی در میادش. به به چه وضعیتیه. دلیل اینکه این شکلی شده شاتونه، یعنی شاتون شما داره کج کار میکنه که این پیستون این اتفاق براش افتاده. ببینید نه رینگا جامپ کرده، نه خود رینگای روغن مشکلی داره، همشون به مقدار کافی فنریتشو داره. این سمت هیچ خطی نداره، هیچ خطی، ببینید هیچ خطی نداره و تمیزه، ولی این سمت به صورت خیلی افتضاحی خورده شده. و دلیل این هم فقط و فقط میتونه شاتون باشه. برای توضیحات قسمت سیلندر و سرسیلندر میتونم بهتون بگم که دنده بالا پایین توی صدا خیلی مهمه. همچین اتفاقایی مثل این مطمئناً مشکل از شاتون شما، یعنی نه مشکل از تراشکاره، نه مشکل از خود سیلندر و پیستون، هیچی، نه مشکل جاز دادن به هیچ وجه. تنها مشکل از شاتونه. این شاتون داره کج کار میکنه، یعنی به این سمت داره کار میکنه که این سمت بیشتر خورده شده. تاپ داره، لنگی داره، خود شاتون مشکل داره، هر چیزی هستش مشکل از شاتون. شاتون رو حتما عوض کنید. دنده بالا پایین رو چک کنید، هر چیزی که نیاز هستش روی قسمت سیلندر سرسیلندر به صورت کامل چک کنید. یعنی باز و بس کردن سرسیلندر با سوپاپا با فنرها همش نهایتا 20 دقیقه نیم ساعت وقت شما رو میگیره. حتما باز کنید، چک کنید، بعد ببندید. ممکنه 1% روغن ریزی از اون قسمت باشه، یعنی مثلا برای مشکل روغن سوزی از همون قسمت هم باشه. در خدمت شما هستیم. این بود قسمت اولش. حالا برای قسمت بعدیش در کلاج، قسمت برق و جداسازی کارتر رو براتون میذارم. درود بر شما.